درود بر همسترا. تا حالا خونه‌تو فروختی تا کریپتو بخری؟ خب یه شخص مشهور میگه باید بخری تا سکه میمشون رو بخری. بعد دولت آمریکا حاضر 5 میلیون دلار برای ملاقات با کریپتو کین خرج کنه. بیایید اونو کشف کنیم. لیل پامپ به پمپاژ سکش ادامه میده و از کنترل خارج میشه. رپرها توضیح دادن که برای اینکه یه نگهدارنده پمپ کوچک شوید باید خونه خودو بفروشید. سپس سولانا رو بخرید. آن را به کیف پول خیالی بفرستید، سپس اون به پمپ کوچک و هودل مبادله کنید. همسترا هوشیار باشید. فقط به دلیل اینکه یه شخصیت اینترنتی به شما میگه کاری انجام بدین، به این معنی نیست که باید انجامش بدین. هرگز تمام پس‌اندازهای زندگی خود رو به خطر نیندازید. آنیموکا برندز، وب3 و کریپتو گیمینگ یه شرکت سرمایه‌گذاری هستن که در سال آینده به صورت عمومی عرضه میشوند. این شرکت که در سال 2022 به ارزش 5.9 میلیارد دلار بوده، به دنبال عرضه اولین سهام هنگ کنگ یا خاورمیانه است. دولت ایالات متحده اکنون برای اطلاعاتی که میتواند منجر به دستگیری یا محکومیت بنیانگذار وانکوین روجا ایناکتووا شود پاداش ارائه میدهد. چقدر میپرسی؟ 5 میلیون دلار. ایگناتووا در سال 2017 ناپدید شد و در سال 2022 به لیست مطلوب ترین افراد FBI اضافه شد. اگر میخواهید درباره سکوین یا سایر کلاهبرداری‌های کریپتو بیشتر بدانید، آکادمی ما رو تماشا کنید. بیشتر از دولت آمریکا. به نظر میرسد که 240 میلیون دلار کریپتو رو به آدرس کوین بیس پرایم منتقل کرده است. این بیت کوین 3940 قبلا بازار دارک وب جاده ابریشم ایجاد شده توسط راس اولربریخت مصادره شده بود. میخوام بدونم که اونا میخوام با اون چیکار کنن. و به گفته یه وکیل مستقر در دبی، بانک مرکزی امارات پرداخت‌های کریپتو شده رو ممنوع کرده و هیچ کس نمیتونه کریپتو رو برای کالاها یا خدمات بپذیره مگر اینکه یک توکن پرداخت درهم مجاز باشه. باید این رو به عنوان ممنوعیت کریپتو حساب کنیم. درسته دوستان؟ خب امروز همش همین بود. ممنون که نگاه کردی. با ما باش، کانال ما سابسکرایب کن و